بچه جدی یه سوال برای من پیش اومد، چه علاقه خاصی به موز دارید؟ من میگم موز اون ویدیو بیشتر بازدید میخوره. موز ببین اون رنگ لباس هم الان موزیه، رنگ پوست موزه، موز بازم موز. الان این مثلا برای یه 6-7 میلیون فکرم بازدید بخوره. زیاد گفتم موز. چرا آخه؟ موز خیلی دوست داری؟ خیار هم داریم ما مثلا چقدر خنده دار بودم. ولی جدی چرا اصلا 2 ویدیو دارم تو گفتم موز خیلی راحت بازدید گرفت. یه چیز خیلی تیکی کلام احمقانه و مزخرفیه به نظر من، ولی اصلا پشمام میریزه. بعضی ویدیو یه سری بازدیدا میگیرن که اصلا توقع ندارم اونا رو بگیرن، ولی مثلا بعضی ویدیوهایی که فکر میکنم خیلی بازدید بگیرن کسی پشمش حساب نمیکنه. چرا؟ موز الان 2 دقیقه بعد میام یه کلیپ دیگه میذارم، میگه چی داری میگی؟ میگم بابا ولمون کن مستی.